هی خشاب داره جا میزنه میگه خم شو، بعد میگم یک چیزی رفت تو. همه اینا کذبه، همه اینا کذبه آقای قاضی، همه اینا کذبه. ایشون منو اذیت میکنه. تا برو دخترش بره پسرش راحت. تازه نه کارش هم اون که بیکار شده. آها خانم محترم برادر من غنیه. بیاین شما 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 بیاین اینجا. آره کاملا مشخص. بیاین. مشهوریت و آسان، محبوبیت چه مشکل؟ من کدومشم؟ هم مشهورم هم محبوب. شیره دویه. خب الان قسم تو شوهر اینی، این داداش تو، درست فهمیدم؟ خب این زن مکانیکه؟ من داداشمونم. مکانیکه اینجا چیکار هست؟ مکانیک هم تازه زن دومم داره. شرم و حیا داشته باشید. نه این هم داداشم هم زن دومم. بیا آقای قاضی خیانت کارم که هست. نه من نگاه بندازم. گفتم بذار دلش آره درسته میشه منظورش اینه که شوهرش. خب شناسنامه شناسنامه بده من. یا نه؟ نه تو معلومه پسر کله کچل و همه ایش هست. من کنم بندازم. به هر روز میباید یکی یا اول فرد بده من شناسنامه یه لحظه. شناسنامه نداری؟ کارت ملی که داری. ما افغانی. اینم افغانیه. خدا بله. نه من از خارج اومدم. خب پس اینجا چیکار میکنید؟ برید سر کار. من کابل آوردم. نه خیر من از اونجای خارج اومدم. من از میگه اونجاش که اومدم. از اونجاش در اومدیم. آقای تو قاضی چی حقوق میگی؟ شهروندی چی میشه پس؟ درسته ما افغانی هستیم ولی بالاخره یه حق و حقوقی داریم. آقا دل داریم ما. تو دل نداری. آقای قاضی کجا رفت؟ داشتم اینجا. آقای قاضی بریم داخل. اینو بریم افغانی چرا کن. من شاهدم قاضی. آقای قاضی اینجا داره به ما نه، احترامی میشه. ببین قاضی این حق با ایناست. ببین حق با ایناست. آقای قاضی داره اینجا به ما بی احترامی شاهدم. میشه. آقای قاضی کاملا کذب حق با ایشونه. الان بیرونمون میکنه. آقای قاضی اینجا داره به ما بی احترامی میشه. دیدی گفتم ما اعتراض تا قاضی نیاد آروم نمیگی. قاضی بیریا. اصلا من وکیل میخوام. من اصلا وکیل میخوام. اصلا من چیز میخوام. بریم بالا پشت اون اینجا بساط کنیم. یه روز من و محمد و اصغر و کبرا و مسمه نشستیم اینجا داشتیم تخمون رو کردیم. عرق سگی آورده. چرا من لاتیشو خوردم؟ عرق سگی که زدیم ما رو برداشت. من خودش اینجا انداخت پایین. من که خودش اینجا انداخت پایین املت شد. رفتیم نشستیم املت رو خوردیم و زدیم پا شدیم اومدیم بیرون. من اون زمان یه پیکان داشتم، پیکان زبان. علیشونم بود. کی؟ میگم علیشونم بود. علی نه بعد اونجا دیدیم احمد راستیم احمد اونجا بهش میگم بابا. ما گفتیم احمد. بعد احمد اومد اونجا که چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ همینطوری گفت. ما گفتیم نوش جونمون چه بهتر از گو گلانه داشتیم گو خورد. بعد مزه کردیم گفت با عرق سجی زدیم بالا. یا شاید بود که یادش میاد. یادت دمپایی میخوردی؟ آره بابا پول جانم که دمپایی رو گذاشت از لای بربری خورده. آره ما همه
تو که ما بربری خوریم بر سر سفره ها هم نبریم نان بربری تو چرا این تیره چراغ برق اونجا وایسادی؟ اون دا پرتاقه آره یه عاطفی